سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه به ما پیوستید. امروز قرار شیرجه بزنیم توی دنیای طنز تلخ عزیز نسین، نویسنده خیلی معروف ترک، و داستان کوتاهش ما آدم نمیشیم. ترجمهش هم که خب کار احمد شاملوه، یه ترجمه عالی. بله، داستانی که خیلی حرف داره برای گفتن. دقیقاً. این داستان خب همونطور که اسمش روشه حول یه جمله کلیدی میچرخه که مدام تکرار میشه. ما آدم نمیشیم. یه جورایی مثل یه تکه کلام تلخ. آره، یه عبارت کلیدی و محوریه واقعاً. میخوایم با هم ببینیم این جمله از کجا میاد، چرا انقدر تکرار میشه و مهمتر این که چطور راوی داستان ما به خصوص توی دوران زندانش به یه درک عمیق‌تری میرسه از این جمله. یه سفر فکری جالبه برای راوی. خب پس بزن بریم. همه چیز از یه روز معمولی توی قطار شروع میشه. قطار شلوغ. آره، اون فضای شلوغ و پرهممه کوپه‌های قطار رو تصور کنید. دقیقاً. یهو صدای یه پیرمرد بلند میشه، انگار داره فریاد میزنه از ته دل. برادر، ما آدم نمیشیم. همین. یه جمله کوتاه ولی تکان دهنده. و جالب رو که انگار بقیه منتظر بودن یکی اینو بگه. سری سر تکون میدن، تایید میکنن. یه جور پذیرش عمومی انگار وجود داره. آره، انگار حرف دل هم است. اما راوی داستان که اون موقع جوونه، 25 سالشه شاید، خیلی پرشوره. اینو قبول نمیکنه. نه اصلاً، آتیشی میشه. آره، به شدت اعتراض میکنه. میگه آقا این چه حرفیه؟ چرا همه را جمع میبندین؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. میخواد بگه شما خودتون اینجوری هستید، چرا به همه تعمیم میدید؟ ولی انگار حرفش به جای نمیرسه. پیرمرد کوتاه نمیاد. تازه انگار عصبانی ترم میشه. دوباره داد میزنه ما آدم نمیشیم. بلندتر از قبل حتی. آره، و بعدش بقیه مسافران هم به جای اینکه از این جوون از حرف منطقیش دفاع کنن، میریزن سرش. میگن آره واقع راست میگه، ما آدم نمیشیم، ما با انسانیت فاصله داریم. عجیبه واقعا. و آخرش پیرمرده با یه حالت قاطعیتی بهش میگه ببین پسر جان، بفهمینو، ما هممون آدم نمیشیم، یعنی تا آخر عمرمونم نمیشیم. خلاص. همین جمله، چرا ما آدم نمیشیم، مثل یه چی میمونه تو ذهن راوی. یه معما انگار. آره، یه معمای حل نشده. سالها باش درگیره، دنبال جواب میگرده، ولی خب پیدا نمیکنه. تا اینکه سالها بعد جواب رو یه جای خیلی غیر منتظره پیدا میکنه. زندان. بله، و طنز ماجرا همینه. خود راوی میگه زندان رفتن براش